سلام عرض ادب. اینجا رافیرانه، البته اینجا که بهشت رضای مشهده و همونطور که در جریانید ما قراره در مورد سنگ ها صحبت کنیم. نمیدونم صدای من تا چقدر میرسه به شما، ولی مدام نزدیکتر میام که بهتر بشنوید. ولی امروز در مورد سنگ هایی که به عنوان سنگ قبر استفاده میشه. حالا شاید موضوع خوشایندی نباشه ولی جالبه که بدونید، چون برای خودم مدت‌ها بود سوال بود که ببینم سنگ هایی که استفاده میشه چی هستن و چجوری لحاظ رنگ و لحاظ مقاومت و لحاظ نوعش و کلا یک قول معروف نگاهی بندازیم ببینیم چه خبره و این سنگ هایی که استفاده میشه داخل قبرستون به عنوان سنگ قبر چه سنگ هایی. بریم ببینیم بهتر. این در کل میخوایم یک دسته‌بندی کلی کنیم. سنگ هایی که استفاده میشه داخل قبرستونان الان به سه نوع تقریبا تقسیم میشه. یک، سنگ گرانیت، دو، سنگ مرمر و الان سنگ های نانا استفاده میکنن و سنگ های کریستالی که حالا در مورد همش انشاءالله صحبت خواهیم کرد. من میخوام اول بهتون نشون بدم، نه اول بهتون توضیحاتشو بدیم، بعد قشنگ براتون میگم که جریان از چه قراره. بذار اول توضیحشو بدیم که فایده نداره چون دورم داره میره. ببینید سنگ گرانیت در بالاترین سطح سنگ هایی قرار داره که برای قبرستون استفاده میشه. یعنی سنگیه که هم لحاظ مقاومت هم لحاظ مقاومت که حتی از سطح استاندارد هم خیلی بالاتر. سطح استاندارد میشه سنگ های کریستال، سنگ های نانو، مرمر در پایین ترین حد در لحاظ مقاومت، ولی سنگ گرانیت در بالاترین حد قرار داره. چون اگه در جریان باشین سنگ گرانیت جز سنگ های آذرینه. سنگ های آذرین رو میریم در موردش بخونیم. اینا از سرد شدن مواد مذاب آتش فشانی سنگ های گرانیتی تشکیل میشه، سنگ های آذرین تشکیل میشن. در کل خیلی سنگ های قلدر و قوی و محکمیه و شاید تا سالیان سال اتفاق دراش نیفته و حتی اون براقیتش رو حفظ کنه به خاطر همون تیکه های براق ریزی که ذرات ریزی که داخل سنگ وجود داره، اون شفافیتش باقی میمونه. پس این شد از لحاظ مقاومت که سنگ های گرانیت در بالاترین سطح قرار داره. بعد که برید نمونه سنگ گرانیت نشون بدم که قشنگ ببینید. گرانیت اینجا داریم، گرانیت خیلی خوبی بود. بیا نشون بده قشنگ بیار جلو، نشون بده این سنگشون. این سنگ اصلا میره از بالا. آره این سنگ گرانیته. این گرانیت خاکستریه. اللحاظ مقاومتی بسیار خوبه، شفافیتش هم نسبتا خوبه. ولی دیگه همینجا حالت ابلق داره، تقریبا یک دست نیستش گرانیت، خاطر همون ذرات ریزشه. رنگ‌های مختلفی هم داره گرانیت. همینجوری ما خاکستری داره، مشکی داره، سبز داره، روشن به مایل به سفید هم داره. رنگاش خلاصه مختلفه. بعد گرانیت یک درجه بیایم پایین‌تر میرسیم به سنگ‌های مرمر. لحاظ تنوع یاد بودن دارم میگم ها، ولی لحاظ مقاومت بخوایم مثلا میگفتم بعد سنگ‌های کریستاله که ترکیب میشه گفتم سنگ‌های مرمر رو از خانواده مرمر هاست. نمیخوام زیاد تخصصی در موردش صحبت کنم که بهش میگن سنگ‌های چینی، چون از چین وارد میشه. این سنگ‌های مرمر خودمون از چین میاد ولی با یک به قول معروف جلاب و یک دونه صیقل خیلی خیلی براق و شفافی که وارد میشه و خیلی کم استفاده میشه. حالا داخل اینجا بعد بگردم پیدا کنم براتون نشون میدم ان شاء الله اگه باشه. اگر نبود که اگه دوست داشتین برید تو گوگل بزنید، ولی اگه سعی میکنم که براتون بذارم عکسشون. هی من نگاه میکنم این طرف و این طرف دنبال سنگ میگردم که نشونتون بدم نمونه ببینید. بعد گفتم مرمره. آخ بیا اینجا دنبالش میگشتم. قشنگ جلوش تو ویدیو نمیشه. خوبه نشون میده قشنگ. این سنگ گرانیت سبزه
سنگ نسبتا خوشگلی. حالا این گرانیتش زیاد گرانیت سبز مرغوبی نیست ولی سنگ خوشگلیه و جزء تقریبا میشه سنگ ها و گرانیت های گرون قیمت به حساب میاد. خب گرانیت هم نشونتون دادیم. گرانیت گفتم انواع اقسام مختلفی داره، خیلی بالاست کیفیتش. بعدش درجه بعدی میره رو مرمرها. درجه بعدی روی مرمرهاست که خیلی زیاده. یعنی اگه بخوام بهتون نشون بدم شاید بگم بیشترین سنگی که داخل قبرستونا به کار برده میشه مرمره. حالا چه سفید چه مشکی همه نوعش. لحاظ مرمر دیگه ببینید میگم دیگه اون رگه هایی که داره مشخص میکنه اصلا مرمر شناسنامه‌اش همون رگه هایی که داره است. فقط لحاظ رنگی این مقدار متفاوت میشه. یه نشون بده اینا رو. نه قشنگ الان ناکن این مرمر سفیده، این مرمره بلا اتفاق شما مرمر میبینی. حالا این گرانیت مشکی بعد خیلی زیاده. این حالا اون برنشون یا فکر کنم این نانو میشه. آره بیا زوم کن اصلا به جلو اصلا جنسش دیده بشه. این خاک هم داره ولی نسبتا دیده بشه. اینا سنگای نانوه، یعنی ببینید جنسش دست بزنی خودتون متوجه میشید. یعنی سنگ نسبتا جنسش این مقدار فرق داره. اینا میگن سنگای نانو. این سنگایی که تحت عنوان سنگ نانو الان اسم گذاری میشه، اینا از ضایعات سنگ ها، مثلا های سنگ ها که برش میخوره، ولی توی هر صنعتی سنگ که برش میخوره یک سری ضایعات داره دیگه. اون ضایعات رو میگیرن پودر میکنن با سیمان و رزین با هم مخلوط میشه و این سنگ قبرهایی که میبینید وجود میاد. اینا هم لحاظ مقاومتی خیلی بالا، یعنی درجه سختی بسیار خوبی دارن. توی هوای آزاد، توی به قول معروف قبرستون و توی فلان اینا واقعا کاربرد دارن، چون ممکنه حتی توی ساختمون هم به کار میبرن. فکر نکنید اینا صرفا برای سنگ قبر، چون الان تو قبرستونی داشتن در مورد صحبت می‌کردن. کاربردهای مختلفی دارن ولی دیگه اینم سنگ نانو بود که نشون دادم که خیلی هم به قول معروف خوبه و مقاومتش به قیمتی هم نداره. نسبت قیمتش از سنگ‌های چیز پایین‌تر. خیلی هم زیاد شده جدیدن، یعنی دیگه اصلا مرمر استفاده نمی‌کنن، از این نانوها کلا دارن میزنن. ارزش پایین‌تره و دسترسی بهش بیشتره. مرمرها رو نشونتون دادیم، نانو رو نشونتون دادیم. بعد میگم یه دونه حرف آخر رو بزنم دیگه جمعش کنیم برید دیگه. میرم چون داره میره زیاد طولانیش نکنم براتون که خسته بشید، چون اون چیزایی که من میخوام پیدا نمیشه. میخواستم چند تا سنگ گرون نشونتون بدم. ببینید در کل سنگ‌ها از لحاظ حالا مقاومتی بهتون گفتم، از لحاظ رنگ هم بهتون میگم. توی رنگ‌هایی که برای سنگ‌ها استفاده میشه، سبز، حالا گرانیت‌های سبز و میشه مرمر سبز که در بالاترین حد وجود داره. مرمر سبز جزء گرونترین سنگ‌هایی که استفاده میشه. یعنی تنها جایی که میخوام بهتون بگم که دیده باشین، شما توی حرم امام رضا که میرین وارد که میشین کف این داخل، توی صحنه نه توی داخل، حتی مخصوصا کنار سری اون کف پاتون که نگاه کنید همه سنگاش همش مرمر سبز، مرمرهای سبز با رگه‌های مثلا این زرد و طلایی و قهوه‌ای و فلان. اون مرمر سبزی که خیلی گرونه، یعنی در بالاترین حد قیمتی. یعنی هر کی دونه آدم سنگ مرمر سبز داده روی قبرش دیگه چیزش مونده بوده. کف قیمتی که واسه سنگای کف قیمت، توجه کنید، کف قیمتی که واسه سنگای مرمر سبز، یعنی الان من قیمت دارم که فکر کنم الان بیشترم باشه، زیر 5 میلیون نیست. یعنی زیر 5 میلیون در صورتی که ما الان سنگ قبر از منداش 4-5 تومن شروع میشه میره بالا و پادشون های استاندارد معمولیشو گفتم. اون از 50 تومن زیر 50 تومن نداره. مرمر سبزه و میگم حالا گرانیت هم هست در کنارش ولی از اون ارزون تره، اونقدر قیمتش وحشتناک بالا نیستش
و عرضم به خدمت شما که بعد مرمر سبز دیگه میاد توی بحث رنگی دارم بهتون میگم. بحث سنگای سفیدا خیلی گرونه، مثلا سفیدا مرمرایی که سفید یک دسته، سفید برفیایی که دیگه مثلا این نقطه نداره، خال نداره، اونها خیلی گرونه. اونا فکر میکنم کف قیمتش از ولایش 30 تومن باشه بودن، نمیدونم حالا اشتباه نکنم، ولی 30-40 تومن طبیعتا هستش. بعدش هم میاد تو مشکی‌ها. حالا مشکی درست فراوان‌تره و کاربرد بیشتر داره، بیشتر مشکی استفاده میکنن. قیمتش هم به خاطر همون مقدار پایین‌تره، چون پایینه مردم میرن به سمتش. این بعدش هم دیگه میره تو همین ابلق‌های سفید مشکی و سفید خاکستری و سفید کرم و اینها که دیگه قیمتاش دیگه چون به خاطر همین ابلق بودن و یک دست نبودنش قیمتش میاد پایین. و در کل در جریان باشید هر چی سنگ یک دست تر بشه، بدون مثلا رگه تر باشه، بدون مثلا ناخالصی تر باشه، قیمتش بالاتره. حالا من اگه بازم سنگ خفنی به چشمم خورد که گذاشته بودن مردم تو به اشتازه معمولا نیست، چون اونجا به قول معروف به چیزی که میان حالا عزیزانشون رو به خاک میسپارن قشر متوسطن، یعنی قشر پولدار معمولا جای خصوصی تر میان، جایی که گرونتره، مثلا ملاد خاجربیه مدار گرونتر تو مشهد دارن. بعد توی حرم امام رضا که مثلا خفناش اونجا هم دیگه، اونجا از این سنگای سبز خیلی نفس مرمر سبز اونجا زیاد، اونجا خاک میکنن و سنگ قبر خوب میذارن. خلاصه طولانی نکنیم دیگه، داریم میگیم طولانی نکنیم، طولانی تر میشه. گفتم که در جریان باشین انشالله که عمرتون به خوبی و خوشی سر بشه، داغ عزیزانتون رو نبینید. و حالا نمیشه گفتش که نبینه آدم، طبیعتا میبینه، ولی قول معروف قبرستونه دیگه، اینجا برای هممون هست، یعنی تهش همین، چه با سنگ قبر 20 میلیونی، چه با سنگ قبر 20 میلیونی، 5 میلیونی، 5 میلیونی، تهش همش دیگه. من مثلا به سنگ قبر نوشته بودیم میرم آقا مثلا دکتر فلان، داشتم فکر می‌کردم خب الان طرف دکتر بوده الان بشه دردش می‌خوره اینجا که سنگ قبرشو می‌خورن که طرف دکتر. آره چه نوشته‌اش؟ بیا چه نوشته‌اش؟ چه قطعش نکنم چه نوشته‌اش؟ چه سنگ قبرش به قول معروف دیگه. میگم تهش اینه، حرف بیشتر نزنیم، تهش هممون جامون اینجاست، ولی میگم که ایشالله داغ عزیزانتون رو نبینید و سلامت و پیروز و سربلند و شاد باشید انشالله. خیلی مخلصیم.